الهی رحمان و رحیم به یک تنی صحت دلی به غم وقت خوش دست منه دست پیرو پیشوازا کلونو پروردگاریم با سال و ماه دیگه با چیز دیگه هم برسیم پروردگاریم هم مرا به مراد و به مقصد برسانم. بیننده عزیز ما در دهه جوانان نوحه فیض‌آباد قرار داریم. پیران روزگار دیده این دهه نوروز رو انا با همین شیوه پیشواز میگیرند. ما هر سال یک کاسه کدر میگیریم سمنا یک کاسه چینی یا که دو کاسه چینی گندم رو جفت شسته توزیع کردن دو سمنا میمونیم بعد وای نش میریم آب میدونیم تر میکنیم آبشو میریزیم میمونیم شد گردن و کدر دیگه پا نش میریم نش رو کبرا و گردن میکنیم با میمونیم چی میشه سبزه میشه سبزهش که کم تر پس باشه همون رو میکنیم اگر بلند شد تفریش نمیکنیم همون پس شده و میکنیم خیلی شیرین مزه شیرک میروره شیره اینه چقدر جدا کردن میگیرید؟ در ترسان میندازیم میجفی میجفی شیرکش میگیریم حالا که همین آماده شده است؟ این آماده شده پتیسش نکنه آرد که سمالک پخته میشه باید چه خیلی آب باشد؟ آرد گندمی باشه اون آرد که مثلا از بازار خریده میشود با اون میشه اما چرا معمولا با آرد گندم باید میشود؟ برای که با آرد گندم با مزه تمیزی آزو شما مثلا سمالک شما آماده دارید این با آرد بازار است بگمانم نه؟ آرد در کامبینه با آرد بازار است آرد یکم برای چه شما آرد گندم نآوردید مثلا در حالی که میبینید؟ نداشتیم یعنی چون آغازی بهار است گندم پیدا کردن دشوارتر است گندم آغازی بیاوی میشنونیم میکوریم خیلی برای مثلا سمالک پختن ذخیره نمیکنید در بهار سمالک با لذت‌تر بیاید میکنه ذخیره میکنه زیاد آدم ذخیره میکنه آرد گندم میره آخی آدم نمیکنه آرد یکنه سفید بیاد شروع بیاد آرد سفید میکنه یعنی با آرد سفید وقتی که سمالک پخته می شود شکلا زیبا می آید اما لذتش اونقدر خوب نیست نه با آرد گندمی شکلش خوشونه اونه که مزهش شروعه با آرد یکم آرد بزیبه شکلش بزیبه اونه که مزهش مزه کنه فرمانده و من خدا تیست حد وقت خدا هم مرر دار کن ما ولی نویره و عویره کنه با مراد و مقصد رسانه نیم سخت نیست کلبه شما رو بچم شروع کردی کار نه هیچ نمیشم او بده که زن چاکم لگی شما پختید مثلا
این چگونه تیار کرده می شود با فرق از اون سومالکی که در دگ پخته می شود؟ در دگ میندازی او میکتی میپولی کتی او در دگ میندازی اوستا لگو کفتن میگیری کفتن می اتلا می شود او سمنکی دیگی اتلگی میگن این سمنکی اینو توگی میگن کشگی انا او را میندازی با میگیری با روغن میرسی در بلاش میخری این با مسکه میمولی میخری این میشوری رنگ اینم دوری خمیر بولی کم میگیری لگو راست میکنی در میشوری رنگ خمیر بولی و راست میکنی تو سوسن کنچه میکنی در روی تمام با میمونی حالا با روغن میپاسه و میخری تیار میشود یعنی خمیر این سخت‌تر میاد. خمیر رنگ خمیر بولی سخت میاد او دردک او رو در چی میگن دردک اور میزنه بعد دردک او رو اتاقی سمنیکی میگن دیگی یه توگی میگن بگی یا تدارم یه شویه پزی